الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا سلم. سبحانك لا حول ولا قوة أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهم. سوره مبارکه جمعه هست، از سوره های مدنی هست. موضوع همه این سوره ها 10 سوره از حدید تا تحریم یا موضوعات جهاد هست یا موضوعات انفاق هست. در این سوره هم بحث خطبه جمعه هست، استماع خطبه جمعه که در اون خطبه جمعه به مسلمانان دستور داده شده توجه کنند، گوش کنند، فرامین خدای عزوجل، دستورات خداوند اونجا ابلاغ میشه، چه در رابطه با جهاد باشد، چه در رابطه با انفاق باشد یا مباحثی دیگر، و به آن عمل بکنند. سوره مبارکه جمعه آن حضرت صلی الله علیه و سلم در روایت ها میاد که این سوره را در نماز جمعه در رکعت اول سوره جمعه را میخواند و در رکعت دوم سوره منافقون را میخواند. لذا آن حضرت به کثرت این سوره را تلاوت میفرمود. مطالبی که در این سوره ذکر شده و بیان شده، خلاصه اون مطالب موضوع توحید اول آمده، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که این سوره هم از مسبحات است، تسبیح و پاکی خدا. و بعد از موضوع توحید دلیل وحی بیان شده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بیان صداقت رسول الله و بیان اینکه عموم بعثت آن حضرت فقط برای اهل مکه مبعوث نشد، برای عرب مبعوث نشد، برای همه انسان ها مبعوث شد. و همچنین در این سوره زجر هست و سرزنش هست بر مشرکین و مباهله یهود هست. یهود به سوی مباهله دعوت داده شدند برای اینکه بیایند و تقاضای، اگر واقعا در مسیر حق هستند، در مسیر باطل نیستند، تمنای مرگ بکنند، آرزوی مرگ بکنند. چون انسان که وقتی مطمئن باشد آخرتش خوب هست، بعد از مرگ خوبه، اون انسان عجله داره برای اون جای خوب، برای اون شرایط خوب، زندگی خوب. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میگوید برای الله، چه قالن چه حالن، چه به زبان قال و به زبان و چه به زبان حال. قبلا گفتیم تمام موجودات، تمام خلائق همیشه تسبیح گویان هستند، اما ما تسبیحشان را نمیفهمیم. تسبیح میگویند تمام خلائق، آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین هست، همه تسبیح میگویند برای الله. کدام الله؟ 4 صفت ذکر شده، الملک
القدوس، العزیز، الحکیم، آن اللهی که اون پادشاه مطلق است. این صفت ثبوتیه، ملک را، قدرت را برایش ثابت میکنه. آن اللهی که القدوس، قدوس است، این صفت سلبی هست، یعنی آلایش ها از آلایش ها بدور است، از عیوب بدور هست، از هر چیزی که عیب باشد و ایراد باشد و اشکال باشد از اونها بدور است. خداوند از داشتن شریک بدور است، از داشتن همسر و همتا بدور است، از داشتن اولاد بدور است، نائب و فرزند و دختر و از اینها بدور هست. القدوس به این معنی مقدس و منزه، پاک هست. العزیز ذاتی هست که بس غالب است، قدرتش کامل است. الحکیم بس حکیم است، یعنی حکمتش هم کامل است، هر کاری میکنه با قدرت و با حکمت. لذا همه موجودات، همه مخلوقاتی که در آسمان ها و در زمین هستند پاکی این خدا را و تسبیح این خدا را بیان میکنه. اما بسیاری از انسانهای نالایق هستند که به جای اینکه به پاکی این خدا مشغول بشن، به تسبیح این خدا مشغول بشن، با او شریک میگیرن، مخلوق او را و دیگران را شریک او میسازن. حالا این خدا چنان خدایی هست که بر شما بندگان بسیار لطف فرمود. یکی از الطاف و از احسانات اون پروردگار اینه که هو الذی بعث فی الامیین رسولا، الله آن ذاتی هست که در میان امیین رسولی را فرستاد. امیین به کسانی گفته میشه که سواد داشته نباشند، منسوب است به ام یعنی مادر. بعضی میگویند اونها را بی سواد میگن چون که انسان وقتی که از مادر متولد میشه سواد نداره، چیزی بلد نیست، تا آخر همینطور بی سواد میماند، تا آخر به همون شکله. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما را خدا از شکم مادر متولد کرد، اون وقت چیزی نمیفهمیدید، هیچی بلد نبودید. بعضیا تا آخر به همین صورت بی بلد میمانند، نابلد میمانند، لذا اونها امیین هستند. به این خاطر افراد بی سواد را امی میگویند و عرب ها برای خودشون این امی بودن را افتخار میدانستند، برای خودشان امی بودن را افتخار، البته افتخار میدانستند، ولی اینطور نبود که همه بی سواد باشند. یک سواد دار هم توشون بود. زمانی که قطع رابطه کردن با رسول الله صلی الله علیه وسلم و یک مقاطع نامه نوشتن، اون را بر خانه کعبه آویزان کردن، به اونا نوشتن. خب چیزی بلد بودن، بعضی ها بلد بودند. در بعضی روایت هست که زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شدند، در مکه مکرمه 13 نفر بودند که خواندن و نوشتن را بلد بودند. لذا کم و بیشی بلد بودند. در صلح حدیبیه وقتی که با رسول الله معاهده نوشته شد، خب نوشته شد، از طرف صحابه نوشته شد، پس نوشتن بلد بودند، اما خیلی کم بودند و به این افتخار هم می کردند. اما آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم لقبش امی هست، امی لقب. امی بودن رسول الله تعریفی هست. چرا؟ چون که اگر ایشون از قبل از بعثت سواد داشتند، خواندن و نوشتن بلد بودند و می نوشتند، زمانی که قرآن را تقدیم کردند و قرآن را عرضه کردند، قطعا مشرکان می گفتند که شما از قبل باسواد بودی، خب می نوشتی، اینم از همون نوشته های خودت هست. پس الله عزوجل از قبل ایشون را امی قرار دادند. الذين يتبعون الرسول النبي الامی، نبی امی الله فرموده. همه انبیا در هیچ مکتبی درس نخواندند،
الله عزوجل بعدا به انبیاء علم دادند، به رسول الله علم داد. الان رسول الله منبع علوم هست، سرچشمه علوم هست. و علمک ما لم تکن تعلم، هر چی که تو نمیدانستی و نیاز بود خدا مستقیم تو را آموزش داد و یاد داد. معلم و استاد رسول الله خود الله عزوجل هست. اما ایشون امی بودند قبل از اینکه به بعثت برسند، چون اگر سواد داشتند قطعا این معجزه بودن قرآن برای همگان ظاهر نمیشد. حالا قرآن ببینید کتاب تاریخ هست از گذشتگان، کتاب علمی هست، تمام منابع علوم، حتی درباره علم فلکیات، درباره دانش، درباره علم طب، خیلی چیزهایی که مردم امروز به اون نتیجه رسیدن قرآن قبلا اینها را بیان کرده. پس این کتاب پرمحتوا از سوی چنان پیامبری که خودش امی هست وقتی که عرضه میشه تقدیم میشه، این دلیل بر چی هست؟ دلیل بر حقانیت و صداقتش است. یکی از معجزاتش این کتاب است. پس الله عزوجل در امیین فرستاد رسول. یک بحث دیگه، بعضی میگن امیین اهل مکه را میگن به خاطر اینکه باشندگان مکه بودن، چون یکی از نامهای مکه هست ام القرى. ام القرى یعنی مرکز تمام شهرها. امیین یعنی اهل مکه. لذا در میان اهل مکه یا در میان امیین عرب خداوند مبعوث فرمود رسولا منهم، رسول از خودشان. یعنی این رسول از همان انسانها بود، بشر بود، اما 4 فریضه برای رسول. این 4 فریضه که شما 3 بار قبلا این 4 فریضه را خواندید، 2 بار در سوره بقره، 1 بار در سوره آل عمران، بار 4م اینجا در سوره جمعه بیان میشه. رسول الله 4 وظیفه داشت. 1 یتلو علیهم آیاته، آیات پروردگار را بر اونها تلاوت میکنه. تلاوت آیات خودش یک وظیفه است و خودش یک عبادت است. بعضی اعتراض میکنند این خواندن چه فایده داره، مثل توتیوار که نفهمی. تلاوت خودش یک عبادتیه، بفهمی یا نفهمی. و یعلمهم الکتاب، تعلیم کتاب که بفهمی اون یک عبادت جداگانه است. خود تلاوت یک عبادت جداگانه هست. یتلو علیهم آیاتی. و چه انقلاب این تلاوت به وجود آورد، چه انسانهایی به وسیله این تلاوت اونها منقلب شدند، متغیر شدند، در وجود اونها تغییر آمد. لذا الله می فرماید که پیامبری امی را فرستاد که یتلو علیهم آیات، این وظیفه اول است. و یزکیهم، و اونها را تزکیه می کند. وظیفه دوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تزکیه هست. به طبع رسول الله وظیفه شما علما هم همینه، شما دعوتگران دین هم همینه که برای مردم و امت هم آیات قرآن را تلاوت کنید. لازمه تلاوت زیبا، تلاوت صحیح، تلاوت با تجوید، تلاوت با رعایت اصول و قواعد، تلاوت با صوت زیبا. اینها همه باید در این زمینه همه کار کنند. و متاسفانه تلاوت های ما ایراد دارد، تلاوت های ما مشکل دارد. باید در زمینه تصحیح تلاوت هم عموم مردم، هم خواص، طلاب، علما خیلی کار کنند. و دوم تزکیه، وظیفه دومی که رسول الله دارد تزکیه. تزکیه یعنی پاک کردن. تزکیه در چند زمینه هست. تزکیه از نظر عقاید، چون در وجود مردم یک سری عقاید شرکی بود. شرک یکی از نجاست هاست. الله تعالی مشرک را نجس میگه، یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. لذا شرک یک گندی هست، یک غلاست و نجاستی است در وجود مشرک که باید او را از این شرک پاک کرد. شرک را
باید از قلبش، از سینهش، از ذهنش زدود بیرون کرد. پس اولین تزکیه رسول الله صلی الله علیه و سلم امت را از عقاید کثیف هست، از عقایدی که اون عقاید نجسی هستند. دومین عرض کنم که وظیفه پاکی از اعمال و افعالی که اون اعمال افعال آلوده‌ای هستند، اعمال خرابی هستند. و سوم پاکی از اخلاق خراب، اخلاق ذمیمه. لذا اعمال و اخلاق هم بسیاری از اونها گندن، نجس هستند، ناپاک هستند. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تزکیه کردند، در زمینه اخلاق هم کار کردند، در زمینه اعمال هم کار کردند، در زمینه عقاید هم کار کردند. اما اول عقاید. برای اثبات این شما نگاه کنید سوره های مکی را. سوره های مکی زیاد درباره اعمال صحبت نمی کنه. سوره های مکی که ابتداءً اینا نازل شده 85 تا سوره هستند. در این سوره ها همش مبحث توحید است، مبحث قیامت است، چون درباره توحید و قیامت، مبدأ و معاد، عقاید نجسی داشتن، عقاید بسیار گندی داشتن، شرک بود و کفر بود و خرافات بود و آلودگی بود و بعد اخلاق. در همین سوره های مکی چون اخلاق ها خیلی خراب بود، به مباحث اخلاق هم خیلی پرداخته شده، هم در سوره های مکی هم در مدنی. اما در سوره های مدنی بیشتر مباحث اعمال هست. لذا در طول این مدت تربیتی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم عقاید را و اعمال را و اخلاق را همه را تزکیه فرموده، همه را اصلاح فرموده. لذا وظیفه من و شما هست وقتی میخوایم به مردم بپردازیم، به جوانها بپردازیم، به کارهای تربیتی و اصلاحی و تزکیه رو بیاوریم، اول از عقاید باید شروع کنیم. اول ایمان مردم باید درست بشه، اول خرافات از اونها دور بشه، اول اون غیر اللهی که در قلبها ریشه دوانده از قلبها باید پاک بشه، بعدن اخلاق و اعمال. پس رسول الله در این سه زمینه کار کرد. و یعلمهم الکتاب، این فریضه سوم است، به اونها کتاب تعلیم میده. کتاب یعنی قرآن مجید، مراد الله عز وجل، مطالب کتاب الله، مفاهیم کتاب الله. والحکمه و وظیفه چهارم، این دوتا توضیح داده شده قبلا. حکمت یعنی تفسیر کتاب، تشریح کتاب. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آیه نازل می شد، اون آیه را با زبان خودشون توضیح می دادن یا با عمل خودشون توضیح می دادند. مثلا وقتی که آیه اقیم الصلاة آمد، رسول الله با عمل نشان داد، با زبان هم فرمود، با عمل فرمود که صلوا کما رأیتمونی اصلی، آنگونه که من نماز میخوانم شما نماز بخوانید. رسول الله صلی الله علیه وسلم را کسی پرسید یا رسول الله اوقات نمازها کی هست؟ آن حضرت فرمود با ما بمان، با عمل نشان داد. روز اول نماز صبح را در اول وقت خواند، نماز ظهر را در اول وقت خواند، نماز عصر را در اول وقت خواند، نماز مغرب را در همون وقت که اون هم اول وقت است، وقت مستحبش. نماز عشاء را هم زود خواند. روز دوم نماز صبح را دیر خواند که خوب هوا روشن شد. نماز ظهر را هم نزدیک مثل و مثلین خواند. نماز عصر را هم با تأخیر خواند. نماز مغرب را در همون یک وقت خواند. نماز عشاء را هم کش داد تا نیمه شب نزدیک شد. بعدن گفت اون کجاست؟ اون سائل را خواست، گفت که نماز بین این دو وقت، که روز اول من چطور خواندم، روز دوم. لذا این هست تشریح قرآن. اون چیزی که قرآن گفته ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین فرضی است که وقتی دارد، وقتش را رسول الله با عمل نشان داد. الحکمه حدیث، سنت، اون سنتی که میشه تفسیر کتاب الله، تشریح کتاب الله. لذا الله می فرماید
رسول آمد این وظایف را داشت که مردم را به وسیله این وظایف اصلاح بفرماید. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، گرچه قبل از این در گمراهی آشکار بودند، در بیراهه آشکار. در چی بودند؟ در شرک، در کفر، در آلودگی های عملی، فساد عملی، فساد اخلاقی، دزدی، سرقت، ظلم، زنا و امثال اینها. صدها عیب، صدها ایراد. لذا این وظیفه رسول هست. اما سوال اینجاست که بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط برای اهل مکه هست؟ نه، فی الامیین و آخرین. این آخرین عطف است بر امیین. الله عزوجل رسول الله را مبعوث فرمود، از این عموم بعثت ثابت میشه. فرستاد در میان امیین و فرستاد در میان آخرین. بعضی میگن آخرین عطف است بر امیین، بعضی میگن آخرین عطف است بر مفعول یعلمهم. پیغمبر آمده که یعلمهم الکتاب و یعلم آخرین، به آنها کتاب نشان بده و آخرین را، گروه های بعدی، انسان های بعدی، غیر از امیین، غیر از اهل مکه، غیر از عرب. یه روزی صحابی از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کرد، یا رسول الله آخرین کی هستند؟ اتفاقا حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه اونجا نشسته بود، دست را آن حضرت بر شانه سلمان زد، بر پشت سلمان زد و فرمود که از قوم ایشون هستند آخرین. چنانچه بعداً مردانی از بلاد سلمان، مردانی از ایران و عراق که اینا هم اون زمان اهل فارس بودند، عراقی ها بعداً عرب شدند، همه فارسی زبان بودند، کوفه فارسی صحبت می شد. عبدالله ابن مسعود اونجا آمده بود، مترجم داشت برای مردم، و امام ابو حنیفه مال کوفه هست، فارسی زبان بود. بعداً کسانی از فارس و از اهل فارس الله تعالی اونها را قائم کرد، اونها را مبعوث کرد، اونها را بلند کرد. اینها دین را منتشر کردند، دین را به وسیله تعلیم، به وسیله نشر احادیث. عرض کردم قبلا هم به شما که حالا نگاه بکنی بعد از دور رسول الله، بعد از دور تابعین و تبع تابعین که میرسد، زمان محدثین، زمانی که علم نشر شد، زمانی که علم منتشر شد، تمام این علما اهل همین بلاد هستند، مال همین آخرین هستند. سهای سته را نگاه کنید، همه عرض کنم که عجم هستند، همه فارسی زبان هستند. امام بخاری از بخارا هست، امام مسلم از نیشابور هست، امام ابن ماجه از عرض کنم قزوین هست، امام ابو داود از سجستان، سیستان است، یا بعضی میگن بغداد، بعضی اونم فارسی. یعنی اکثرا از این بلاد، فقها تمام، مجتهدین تمام از همین بلاد هستند. یا علامه تبریزی هست، یا علامه اصفهانی هست، یا علامه شیرازی هست، یا علامه بیضاوی هست که بیضا هم سپیدان هست، نزدیک شیراز هست. همه اینها محدثین، مفسرین، فقها، مجتهدین، اینها از همین گروهی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کرد. ولی متاسفانه بعدا صفوی ها آمدند و همه چیز را مسخ کردند، از بین بردند، اون حقایق بعدا گم شد. خدا کنه دوباره ملت متوجه بشه که اصلشون چی بوده، از کجا آمدند و چه خدمات، چه کارهایی را انجام دادند. لذا الله عزوجل می فرماید و آخرین منهم، آخرین از آنها که رسول الله برای اونها مبعوث شده، خدا می فرماید لما یلحقوا بهم، هنوز ملحق نشدن به این اولین، هنوز ملحق نشدن به اون امیین، هنوز اونها نیامدن، اونها بعدا میاند. لذا تا قیامت هر چی که انسان میاد، رسول الله معلم همه هست، رسول الله رسول همه هست. و هو العزیز الحکیم، اللهی که چنین پیامبری را فرستاده، اون ذات غالب هست، کارش را خوب میدانه و با حکمت است.
ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. الله میفرماید این فضل خداست. ذالک این فضل خداست. اشاره ذالک چی هست؟ بعضی میگن به عموم بعثت، اینکه این پیامبر را پیامبر عالمین قرار داده، پیامبر برای کافت الناس قرار داده. این فضل خداست. بقیه پیغمبران قومی هستند، منطقه‌ای هستند، مال یک روستا، مال یک شهر. ایشون برای جهانیان. و بعضی میگن نه، منظور این هدایت و این توحیدی که به وسیله این پیامبر فرستاده. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، که این رسول چکار میکنه؟ به وسیله قرآن و به وسیله تزکیه توحید را، بذر توحید را، بذر ایمان را میکارد، هدایت را میآورد. این فضل الله یؤتیه من یشاء، به هر کسی که بخواهد میده. والله ذو الفضل العظیم. الله عز وجل ذاتی هست دارای فضل بسیار عظیم. بعد از این الله تعالی سرزنش میفرماید اون قوم بدبخت را که میدانستند، میفهمیدند، ولی از این نور و از این چراغ هدایت استفاده نکردند. علماء یهود، علماء بی عمل و علماء فاسد یهود. بعضی ها عمل کردند، بعضی ها متوجه شدند، اما اینها کتاب دارند، علم دارند. خداوند میفرماید این علم به دردشون نمیخورد. مثال اینهایی که علم دارند و به علم عامل نیستند، علم دارند، حق را تشخیص میدن ولی در راه باطل هستند. الله تعالی میفرماید مثال اینها مثل اون الاغی هست که بر او بار کتاب هست. آیا اون الاغی که بار کتاب دارد از اون بار سودی میبرد؟ این عالم هم از این علم چون که در مسیر باطل هست هیچ سودی نمیبرد. الله عزوجل از فساد علم نجات بده، از عالم سو نجات بده، از دین فروشی علما نجات بده. بدترین چیز و بدترین کار همین هست. من همیشه خدمت طلاب عرض میکنم قرآن را انسان وقتی که نگاه میکنه، انسان اشرف مخلوقات است. انسان چنان شرف داره که فرشتگان که معصومند به اونها گفته شد بیا ادای احترام کن، بیا سجده کن این انسان را. این انسان اشرف است. انسان از جن هم افضلتره و از فرشته هم افضلتره، از همه مخلوقات افضلتره. ولقد کرمنا بنی آدم. بنی آدم را ما عزت دادیم، ما کرامت دادیم. اما این انسان وقتی که در مسیر گمراهی قرار میگیره، بالخصوص عالمش، از حیوانم بدتر میشه. خدای عزوجل دو جا در قرآن کریم تشبیه داده. این هم از همین انسان ها علمایشون را تشبیه داده. دو جا تشبیه داده به حیوان، به بدترین حیوان. یکی اینجا تشبیه داده به الاغ که الاغ در حماقت چی هست؟ معروف است. و یکی تشبیه داده به سگ که سگ در چی معروف است؟ در نجاست. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. اون مثال را میخواند. اینجا مثال كمثل الحمار. اینها علماء سو هستند. لذا الله میفرماید مثل الذين حملوا التوراة، مثال آنهایی که حمل شدن تورات، تورات به دوش اونها گذاشته شد، تورات را یاد گرفتند، حافظ تورات شدند، اما ثم لم يحملوها، سپس حمل نکردند، یعنی عمل نکردند. این مثال عالم سو است. عالمی که حقیقت را میداند. خیلی از علما امروز هم هستند، علماء فرق مختلف، واقعیت را میدونند، راه حق و حقیقت را میدانند، چون سواد دارند، قرآن میخوانند، اما باز هم به خاطر تعصب. این علماء بنی اسرائیل چرا ایمان نیاوردند؟ تعصب بود، تکبر و تعصب. تکبر و تعصب یکی. میگفتن چرا از ما نیست این پیامبر، چرا از اون قشره.
از فرزندان اسحاق نیست، از فرزندان اسماعیل. این تعصب. لذا بعضیا به خاطر تعصب به سوی حق و حقیقت نمیایند. اینا مثالشون همینه. الله می فرماید کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال این مثل الاغ هست که حمل می کند بار کتاب. نفعی بهش میرسد؟ نه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآیات الله، بسیار بد است مثال این قومی که تکذیب می کند آیات الهی را، قرآن را تکذیب می کند، حق را تکذیب می کند، در حالی که می دوند از جانب الله است. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی فرماید، یعنی توفیق هدایت نمیده چنین قوم ظالمی را. اینقدر ظلم و ستم که حق را کتمان میکنه، از این گناهی بزرگتر نیست. و بعد جالب اینجاست که اینها خودشون را چی میگفتند؟ اینها خودشون را حق میگفتند. میگفتند ما در مسیر حق هستیم، ما بهشتیم، ما محبوب خداییم، نحن ابناء الله و احباؤه، ما به بهشت میریم مستقیما، اگر جهنمی باشد لن تمسن النار الا ایاما معدودات. چه ادعاهای کلانی میکردند، چه تمناهای پوچی داشتند. الله عزوجل میفرماید اگر اینطور هست که اونور برای شما آباد هست، اون دنیای شما خوب هست، پس بفرمایید تمنا کنید اون طرف برید، تمنای مرگ بکنید. چرا از مرگ میترسید؟ یهود خیلی از مرگ میترسه. قرآن میگه در سوره بقره، شما خواندید، یود احدهم لو یعمر 1000 سنه، هر کسی از اینها دوست داره که 1000 سال زنده بماند. حتی از مشرکین اینها حریص‌تر هستن بر زندگی. خب مشرک بیچاره باید حریص باشه، چون مشرک اعتقاد به قیامت نداشت. او میگفت من که بمیرم آخر خاک و خاکستر میشم و پودر میشم، دوباره تمام شد زندگی. اما یهود میدونست، اعتقاد داشت بعد از این زندگی یک زندگی ابدی و همیشگی هست. چرا دوست داره که زنده زیاد بمانه؟ چون میدونه اون طرف خطرناکه برایش. میگه همین دنیا بمانم. یود احدهم لو یعمر 1000 سنه. لذا ولتجدنهم احرص الناس على حیات و من الذین اشرکوا، از همه مردم بر حیات اینا حریص‌تر هستند، حتی از مشرکین. اینقدر زندگی را که یهودی دوست داره هیچ که دوست نداره. یکی از مفسرین معاصر میگه ما گاهی سفر میکنم بریتانیا، اونجا دوستانی دارم، میگویند که این ماشین های سواری یهودی اونجا همه اقشار است، مسیحی زیاده، یهودی هم هست، مسلمان هم هست. میگه اونجا دوستان من بررسی کردن، برای من تعریف کردن که یهودی ها خیلی خودشون را دوست داره، زندگیشون را دوست داره. این ماشین های سواری که سوار میشن، همون ماشین هایی که ایمنیشون از همه بهتر هست، چند لایه هست اتاق اونها، بیشتر اونها را سوار میشن، خیلی از مرگ میترسند. یهود اونقدر که از مرگ میترسه، اگر شما گاهی مطالعه بفرمایید همین جنگ هایی که اسرائیل داشته، خیلی زورگو هست، ولی تا که چند نفر کشته میشه فوراً عقب نشینی میکنه، چنان اینها از مرگ میترسند. لذا الله تعالی اینجا میفرماید اگر شما واقعا در مسیر حق هستید، بیایید مرگ را تمنا کنید. قل یا ایها الذین هادو، بگو ای کسانی که یهودی شدید، ان زعمتم، اگر میپندارید انکم اولیاء لله، شما اولیاء خدا هستید، دوستان خدا هستید، من دون الناس، بقیه مردم، بقیه مسلمانان نیستن، فتمنوا الموت، بس تمنا کنید مرگ را، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. بعضی از مفسرین میگه این تمنای خالی نیست، این مباهله هست، دعوت به مباهله هست. اگر شما بر حق هستی، اولیاء الله هستی، بیایید با هم دعا میکنیم. هر کسی که در مسیر باطل است او هلاک باد، او را خدا بکشد. آیا این کار را میکنند؟
نه ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. الله میفرماید هرگز تمنا نمی کنند مرگ را، هرگز به سبب عمل کردشون. والله علیم بالظالمین، خداوند خوب میداند به ظالمین را. حالا از مرگ اینها نه اینکه تمنا نمی کنند، فرار میکنند. ولی به اینها بگو قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم، بگو مرگی که شما از اون فرار میکنید اون مرگ شما را ملاقات میکنه، شما را دری مییابد. حالا یه سوال اینجا ایجاد شده، مگر فرار از مرگ اشکال دارد؟ فرار از مرگ یک مسئله طبیعی هست، هر کسی از ما از مرگ فرار میکند. مگر تا اینکه مریض میشیم دستور نداریم به معالج مراجعه بکنیم، به دارو و درمان مراجعه بکنیم؟ میکنیم، دستور هم از سنت پیغمبر هم است که کسی مریض شد از اسباب استفاده بکند. ما همه وقتی که احساس خطر بکنیم برای حیات خودمان، سنت این هست که ما از مرگ فرار بکنیم. مگر سیدنا موسی از مرگ فرار نکرد؟ بهشون گفته شد که این مردک را زدی مرد، الان اعدامت میکنند. از مصر خارج نشد؟ از مصر خارج شد، رفت مدین پناهنده شد. اون فرار از مرگ بود. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر مشرکین قصد نکردن که ایشون را شهید بکنند؟ هجرت کرد، فرار از مرگ بود. و خیلی توصیه ها فرمود که به سمت مرگ نروید. جایی میبینید که طاعونی هست، وبایی هست، اونجا نروید. پس فرار از مرگ و گریز از مرگ طبیعی هست. چگونه به یهود گفته میشه شما، یعنی این طعنه گویا به اونها زده میشه این مال همه ما هست، میراث همه ما هست؟ جوابش اینه که فرار طبیعی از مرگ اشکالی نداره، اون دستور هم هست. اما فرار اینها خاص است. فرار اینها به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه اینا چون اعتقاد به زندگی بعد از مرگ داشتن، اینا فرارشون به خاطر این بود که دوباره زنده بشن اونجا کم میارند. الله تعالی میفرماید که ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، به خاطر عمل کرد میدونند که ما اگر بمیریم بعد از مرگ دوباره زنده میشیم، اونجا مشکل پیدا میکنیم. اونجا ما زندگی را با دروغ و با کلاهبرداری و با تلبیس و با کتمان حق، با تحریف کتاب خدا، با مخفی کردن حق گذراندیم. اونجا ما گویا این فرار کردن از قیامت است، از پیشی در محضر الله است. از این اونها ناراحت بودند. به همین خاطر الله میفرماید که شما که میمیرید، همون چیزی که اونها از اون میترسیده همون را خدا میفرماید فانه ملاقیکم، همانا اون مرگ شما را ملاقات میکند. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، سپس شما برگردانده میشوید به محضر اون ذاتی که داننده غیب و شهادت است. یعنی از ظاهر شما هم میداند، از مخفیات شما هم میداند، از باطن شما هم میداند. فینبئکم بما کنتم تعملون، اون ذات به شما خبر میده شما چه عمل کردید. اون وقت خدا میگه که ای بیچاره ها، شما در تورات علائم پیغمبر را دیدید مخفی کردید، شما تمام حق را شناختید ولی کتمان حق کردید. فرار اینها هم به همین خاطر است. لذا این خطاب یهودی ها هست، به خاطر اینکه اینها در بعد از بعثت رسول الله واقعیت را متوجه شدند ولی به واقعیت عمل نکردند. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، اینجا فرائض جمعه هست و احکام جمعه. حالا شاید سوال بفرمایید که ربطش چیه؟ ربطش را شیخ بزرگوار ما اینطور بیان میکنه، میفرماید ابتدا فرائض
معلم بیان شد. معلم کیه؟ حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. فرایض او 4 تا هستند: یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. حالا اینجا فرایض متعلمین بیان میشه، شما شاگردان، شما امت. ایشون فرایضش اونه، فریضه شما، وظیفه شما اینه که پای خطبهش بشینید، به حرفاش گوش کنید، عمل کنید. بس میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقتی که ندا میشه برای نماز بر روز جمعه، فاسعوا الى ذکر الله، بشتابید به ذکر الله. ببین فسعوا اصل سعی در از نظر لغت به دویدن میگویند. یکی هست مشی، یکی هست سعی. مش این که قدمت را برداری، سعی این که بدو. و از یک طرف سعی برای نماز یعنی دویدن جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم صراحتا میفرماید اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون. وقتی که نماز شروع میشه دیگه بدو نیایید. گاهی مردم مقتدیا میدوند، تمام مسجد صدای پا میشه و بعضی وقتا این سقف میلرزه. اینا جایز نیست، خلافه. فلا تأتوها وانتم تسعون یعنی ندوید. بعضیا با ماشین میدوند، تون میایند، اصلا ترمز نمیگیرن، تصادف هم میشه. اینا تمام خلاف سنت، خلاف شرع. باشه یک رکعت بره، 2 رکعت بره. فرمودن فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا وفي روایت فقضوا. هرچی دریافتید بخوانید با امام، هرچی از شما فوت شد قضا بیاورید یا تکمیلش بکنید. پس دویدن ممنوعه. حالا که دویدن ممنوع، اینجا چرا فرموده فسعوا؟ بدوید. علما نوشتند این سعی به معنی چی هست؟ به معنی ترک بقیه امور هست، به معنی اهمیت دادن است. یعنی اینقدر اهمیت بدید تمام کارها را چی کنید؟ ترک بکنید و بشتابید الی ذکر الله، به سوی ذکر خدا. ذکر الله به قرآن هم ذکر میگویند، ولقد یسرنا القرآن للذکر. به خطبه هم ذکر. اینجا مراد خطبه هست، اینجا مراد نماز نیست. خطبه، بشتابی به خطبه. قبل از نماز باید به خطبه شما برسید. استماع خطبه واجب است. خب پس ببینید بعد از ندا، اذا نودیه، بعد از نداء جمعه، به خاطر اینکه به خطبه برسید و استماع خطبه هم واجبه دیگه، ترک تمام اعمال، بالخصوص ترک معامله. بعدا میفرمه وذروا البیع، معامله را، داد و ستد را ترک بکنید، این واجب است. حالا کدوم اذان، کدوم ندا؟ چون ما در روز جمعه چند تا ندا داریم؟ 2 تا داریم. یکی اذان اول است، یکی اذان دوم. آیا از اذان اول باید ترک بکنیم، معامله را ترک بکنیم، بقیه کارها را ترک بکنیم، بشتابیم، یا از اذان دوم؟ در این رابطه فقها اقوال مختلفی دارند. اولا شما میدونید که در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو بکر صدیق و عمر فاروق اذان 2 تا نبود. اذان چند تا بود؟ یکی بود. چون آبادی مدینه بسیار مختصر بود، اذان گفته میشد، تا اذان گفته میشد مردم دست از کار میکشیدند، مردم فوراً حرکت میکردند. اذان تا تمام میشد همه تو مسجد بودن، به اول خطبه میرسیدند، همه به خطبه میرسیدند. اما در زمان سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه مدینه بزرگ شد، آبادی گسترده شد، تا دور دور خانه بود. اگر از اذان می آمدند به خطبه نمی رسیدند، هیچی که به نماز هم نمی رسیدند. به این دلیل سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه ابتکار کردند. این از سنت خلفاء راشدین است، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. ابتکار فرمودند
و تمام صحابه هم تایید کرد، هیچ کسی مخالفت نکرد. بنابراین این اذان هم از سنت خلفای راشدین است و بر این اجماع صحابه شد. ایشون دستور دادن قبلا یک اذانی گفته بشه که تا مردم چون دور هستن فاصله دارن حرکت بکنن تا وقتی که اینجا بیایند به خطبه برسن، چون رسیدن به خطبه لازم است. پس حالا اگر کسانی متصل نزدیک هستند با محل نماز جمعه، دیوار به دیوار هستند، رو به رو هستند، فاصله ندارند، برای اونها سعی واجب است به محض اینکه اذان دوم گفته میشه. قبل از اون میتونند مشغول کاری بشن. اما اگر فاصله داره، مثل شهر ما شهر بزرگی هست، بعد از اذان اول باید معاملات تعطیل بشه، کاروبار تعطیل بشه، غذای نهاری چیزی در خانه مصرف نشه. بعد از اذان اول دیگه کارها تعطیل بشه و فوراً به مسجد بیایند. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، ای مؤمنان هرگاه ندا میشه برای نماز روز جمعه، فسعوا الى ذکر الله، شما بشتابید بسوی ذکر الله، یعنی بسوی خطبه، و ذروا البیع را، و همچنین تمام اموری که مانع هست ترک بکنید. از اینجا فرموده ذروا البیع، علمای احناف استدلال گرفتن. میدونید که برای نماز جمعه شرط است نزد حنفیه که نماز در چی باشد؟ در شهر باشد. حالا تعریف شهر چیه؟ میگه جایی از اشاره قرآن معلوم میشه جایی که داد و ستد میشه، جایی که بازار قائم هست، جایی که مردم میرن اونجا مایحتاج خودشون را، خود تو روستاها اینا نیستند. پس این اشاره به چی هست؟ به شهریت هست. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر است اگر بدانید. نفع دینی هست، نفع دینی از نفع دنیوی به مراتب مقدم است. اما می فرماید فاذا قضیت الصلاة، وقتی که نماز تمام میشه، فانتشروا فی الارض، این دستور وجوب نیست، اباحت مباح است. در زمین منتشر بشید، وابتغوا من فضل الله، فضل الله را بطلبید. یعنی مثل یهود نیست که کل روز عبادت تعطیل بشه، اونا کل روز شنبه برایشون ماهی گرفتن و کارهای دیگه ممنوع بود. شما نه، شما فقط بعد از اذان تا پایان نماز. این از اون تخفیف هاست. صبح خواندیم یرید الله ان یخفف عنکم، قربان خدا بریم. در این شریعتی که مال انسانهای آخر الزمان است، همه چیز را آسان کرده نسبت به گذشته ها. لذا الله می فرماید وابتغوا من فضل الله، از فضل الله بطلبید. رزق و روزی، رزق حلال فضل خداست. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. اما معنیش این نیست که نماز تمام شد دیگه کلا خدا را فراموش کنید. خدا را به کثرت یاد کنید. اون ساعت مخصوص خطبه و نماز هست، اما بقیه ساعت همه ساعت ذکر و یاد الله هست. در همه ساعت خدا را یاد کنید. واذکروا الله کثیرا، خدا را زیاد یاد کنید. ذکر خدا به سه صورت میشه: ذکر قلبی، ذکر زبانی، ذکر عملی. ذکر قلبی اینه که بیاد خدا باش. انسان اگر ذکر قلبی همیشه لازم است. هر جا هستید، سر مغازه هستید، سر کارید، در بیابانی، در خانه هستید، خدا وقتی در قلب باشه انسان هیچ وقت خدا را نافرمانی نمیکنه. همیشه خدا را استحضار داشته باشیم. حاضر و ناظر بر اعمال ما، بیننده، خبیر و بصیر. والله شهید علی ما تعملون، بر اعمال شما گواه، حاضر. این ذکر قلبی هست. ذکر به همه معنی. و بعد هر جا که موقعیت ایجاب میکنه ذکر زبانی. وقتی بیکار هستی زبانت را مشغول کن. وقتی بیکار نیستی بیاد خدا دقل باش، کار دیگه داری. و بعد هر وقتی فرصت شد ذکر عملی، این نماز خواندن هست، طاعت و عبادت هست، اینا ذکر عملی هستن، قرآن هست. پس واذکروا الله کثیرا، به کثرت خدا را یاد کنید
تا رستگار بشی. این ثمر ذکر الهی. ما رستگار میشیم با ذکر کثیر، کامیاب میشیم با ذکر کثیر. اما در پایان سوره خداوند عزوجل سرزنش میفرماید بعضی از مسلمانان را که آداب جمعه را نمیدانستند. البته این مربوط به اون زمانی هست که هنوز آداب فرض نشده بود، اعلام نشده بود. مسلمانان فکر میکردن فقط در نماز ما اجازه نداریم جای بریم حرف بزنیم حرکت بکنیم، ولی نمیدانستن که خطبه هم چی هست؟ جز نماز است. خطبه بخشی از نماز است. نماز ظهر چند رکعت است؟ 4 رکعت، نه؟ روز جمعه چند رکعت میخوانیم؟ 2 رکعت. 2 رکعت دیگه همون خطبه است که میخوانید. خطبه را گوش کردید 2 رکعت خواندید، گویا 4 رکعت خواندید. پس خطبه جزی از نماز هست. به همین خاطر در فرمودن که وقتی که امام خارج میشه که خطبه بده، دیگه نه صلاتی هست نه کلامی هست. حتی اجازه نداریم با هم دیگه صحبت کنیم. حتی اگه کسی صحبت میکنه اجازه نداریم بگیم ساکت شو. اجازه نداریم ذکر بکنیم. اجازه نداریم نماز بخونیم. کسی سنتاش را نخونه دیگه. خطبه شروع شد. پس فلا صلات ولا کلام. پس اون جزی از نماز است. ولی خب ابتدا صحابه نمیدونستند. لذا وقت خطبه خارج شدند. مدتی بود مدینه چیزی پیدا نمیشد، قحط بود، جنس کمیاب بود. یهو جار زد که کاروانی آمده اینجا، همه چیز هست، هر کی نیاز داره بیاد. همه رفتن، گفتن تمام نشه. زیاد رفتند، تعداد کمی ماند. بعضی میگن 12 نفر ماند، بعضی میگن 20 نفر ماند، بعضی میگن 40 نفر ماند. لذا در خدمت رسول الله همین ها ماندند، بقیه رفتند و نمیدونستن که در زمان خطبه ممنوع هست. الله عزوجل این سرزنش را فرمودند. بعد از اون صحابه عمل کردند. و اذا رأوا تجارتا، هرگاه تجارتی میابند، او لهوا یا لهوی، یک کار بیهوده، انفضوا الیها. انفضاد یعنی با سرعت به سوی او رفتن، با شدت و سرعت میروند به سوی او. و ترکوک قائما، تو را ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاده میگذارند. از اینجا معلوم میشه که رسول الله چطور خطبه میداد؟ ایستاده خطبه میداد. لذا سنت ایستاده است. اگر خطیب معذور بود میتونه بنشینه، و الا ایستادن سنت. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه و سیدنا معاویه، این هر دو بزرگوار آخر عمر پیر شده بودند. الله به اینها عمر بابرکتی داد. لذا آخر وقتی خطبه میدادن می نشستند این دوتا، و الا اصل خطبه ترکوک قائمه. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. به این امتت بگو، به این شاگردان و صحابت بگو، اون چیزی که نزد خداست از قرب و از ثواب، خیر من اللهو و من التجاره، به مراتب بهتر است از لهو. چرا اینجا به داد و ستد، به خرید و فروش لهو گفته شده؟ چون در مقابل نماز است، در وقت نماز است، تعارض با نماز داره، این وقت جایز نیست. لذا کسی که معامله بکند این معاملش لهوه. از این لهو تجارت شما. والله خیر الرازقین. اگر فکر رزق هستید، خداوند بهترین رزق دهنده هست. پس این بود سوره مبارکه جمعه که آداب جمعه در این سوره بیان شد. اما بعد از این سوره، سوره منافقون هست، سوره‌ای که به نام منافقان ثبت شد. میدانیم که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کردند، به مدینه طیبه آمدند، انصار مدینه استقبال کردند. جمعیت روز به روز بیشتر میشد. شأن مسلمانان، شکوه مسلمانان، عزت مسلمانان افزوده میشد، بیشتر میشد. اهل باطل کم کم در اقلیت. لذا بعضی ها مثل یهود میترسیدند، بعضی از یهود که مخالفت بکنند. در دل مسلمان نشده بودند اما به ظاهر مسلمان بودند. این را میگن نفاق.
خدمت شما عرض کردم نفاق از نفق است یا از نفاقه هست. نفاقه اون سوراخی را میگویند که حیوان یا حشره میره و کسی که او را تعقیب میکنه فریبش میده. باز میگویند که نفاقت الثعلب، سوراخ روباه. گاهی روباه را یه درنده دیگه تعقیب میکنه، گرگی تعقیب میکنه، او فورا میره تو اون سوراخ. ولی روباه خیلی مکار هست، سوراخش را و لانهش را طوری درست میکنه که راه خروجی برایش باشد. لذا او بیچاره، اون درنده آمده منتظره که کی میاد بیرون، او از اون طرف رفته برای خودش، اینجا بی خود منتظره، فریب داده ای را. به این خاطر منافق از این نفاقه گرفته شده که بالاخره بظاهر ایمان داره اما ته قلب جای دیگه هست. این منافقین چند تا صفت داشتند. خداوند همه ما را از این صفات بدور بدارد. بنده عرض کردم تنها در زمان رسول الله نبود منافقین، تنها عبدالله ابن ابی منافق نیست، تنها معتب نیست، تنها اونهایی که اون زمان بودن نیستند، هر زمان هستند. شاه ولی الله رحمه الله میفرماد تمام این گروه هایی که امروز قرآن ذکر میکنه اینا در میان مسلمانان هستند. بسیاری از سیاسیون و از حکام کشورهای اسلامی که به سبب تعلیمات منحط غرب اعتقادشون نسبت به اسلام و نسبت به مسلمانان اعتقادشون از بین رفته، هیچ اعتقادی ندارند و وقتی که موقعیت ایجاب بکنه مسلمان را چنان میزنه که اون از کنم بغض درونی خودش را نشان میده. خیلی از اینها اما به ظاهرش میگه من مسلمانم. خیلی از اینا به ظاهر مسلمان هستند، در درون خبری نیست. پرویز مشرف را یادتون هست که خودش را حاکم یک کشور مسلمان میدانست، اما وقتی که به جامعه حفصه بر دختران معصوم حمله کرد، چطور با موشک و با تانک و توپ اون مدرسه دینی خواهران را مورد هدف قرار داد که هزاران نفر شهید شدند. هنوز صدها نفر مفقود و گم شدند. بعضی میگن تو قبرهای دست جمعی اینها را دفن کردند. این مسلمانه که مسلمانانی را که برای چی اعتراض کردن؟ اینا اعتراض کردن برای حجاب، اینا اعتراض کردن که بیبندوباری روز به روز بیشتر میشه، این آزادی هایی که در پاکستان هست و این میخاری و شرابخاری و خانه های فحش و بیبندوباری روز به روز بیشتر میشه، اینها برای ملت مسلمان ضرر ده. اینا اعتراضشون این بود، مگه گفتن تو بیا که ما میشیم جای نشینیم جای تو رئیس جمهور میشیم؟ با این عرض کنم شدت اینها را زد و تار و مار کرد، شهید کرد. لذا به ظاهرشون مسلمان هستند اما در ته دل هیچ اعتقادی وجود نداره. هر وقت موقعی فراهم میشه بالاخره رگبار میکنن بر مسلمان ها. اینا مسلمان نیستند، اینا منافق هستند. لذا الله عزوجل اینجا صفات این منافقین را، ادعایشون را وقتی که نگاه میکنی سبحان الله چقدر قسم میخورند، چه آیاتی میخوانند، چه روایاتی میخوانند. الله میفرماید اذا جاءك المنافقون، هرگاه پیش شما منافقان می آیند، قالوا نشهد انك لرسول الله، میگویم ما گواهی میدهیم تو رسول خدا هستی. از ته دل گواهی میده. الله تعالی قبل از اینکه اونها را تکذیب میکنه الله گواهی میده والله یعلم انک لرسوله، خدا میدانه که تو رسول، یعنی خداوند عزوجل قبل از تکذیب اونها شهادت بر رسول بودن تو میدهد. اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خداوند گواهی میدهد که منافقین کاذب هستند، دروغگو هستند. خدا شهادت میده. اونا کذبشون چیه؟ همین که گفتن نشهدو،
ما از ته دل شهادت میده. اینا از ته دل شهادت نمیده، اینا دروغ میگه، اینا با زبان شهادت میدن، دلشون نمیگه، تو دل این کار را نمیکنن. و الله عزوجل میفرماید اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله. این آیات اشاره به یک جریانی دارد. در یکی از غزوات، غزوه مریسی یا غزوه بنی مستلق که در سال 6 هجری اتفاق افتاد، هم بهش میگم بنی مستلق چون با یک قومی به نام بنو مستلق اون غزوه انجام گرفت، اتفاق افتاد. و مریسی میگوین غزوه مریسی چون این بنی مستلق یه چاهی بود به نام چاه مریسی، اونجا زندگی میکردند، لذا به این غزوه مریسی هم میگویند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در این سال تشریف بردند، با اینها جنگیدند و پیروز شدند، اونها شکست خوردند. در همین جنگ کمبود بود، مشکلاتی بود، کمبود آب بود. یه چاهی بود که هر یکی میرفت از اون چاه نوبت به دیگری نمیرسید، مردم تشنه بودن، هوا هم گرم بود. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه یک خادمی داشت به نام جهجه ابن سعید غفاری. این جهجه رفت که آب بردارد، لذا وقتی که میخواست آب بکشه راه را بست دیگه، برای کسی دیگه اجازه نداد. یک انصاری به نام سنان ابن وبره، ایشون رفت اونجا. ایشون وقتی که رفت، این انصاری میخواست، اون نگذاشت، اینا با هم دعواشون شد. اون گفت نوبت من آب بر میدم. بقیه لشکر اطراف پراکنده بود، هر یکی یک جای نشسته بود، هوا هم گرم بود. اینا با هم دیگه تند شدند. این حضرت جهجه اشتباهی کرد که مشتی زد یا سیلی زد به اون صحابی دیگه، به سنان. وقتی که به او سیلی زد، او انصار را صدا کرد یا للانصار. اینم گفت یا للمهاجرین، مهاجرین را صدا کرد. جمع شدن تا از اینها حمایت کنن. رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار ناراحت شد و آمد اینها را سرزنش کرد و گفت این که همدیگر را و پارتی همدیگر، گروه همدیگر را صدا میکنین، این از جاهلیت است. همینطور گاهی بین دو تا جوان درگیری میشه، اون فامیل خودش را، اون فامیل خودش را، اینا از جاهلیت هستند. دو نفر باید اون دو نفر بین اونها فیصله بشه کدوم حق نیست. لذا آن حضرت اینها را سرزنش کرد. بعدن خبر به منافقین رسید، اینا همینجا بودند، یک گوشه بودند. خبر به عبدالله ابن ابی رسید، یک جمعی بودند، اینها اونجا نشسته بودند، با هم دیگه مجلس داشتن. گفت مثالی عرب ها میزنه، یک مثال زشتی گفت بلا نسبت. گفت که هر وقتی که سگ خودت را چاق و فربه بکنی، سگ خودت را خوب نگهداری بکنی، آخر خیلی چاق و قوی میشه، خودت را میخوره. ما الان همون کار را کردیم، اینها را خود ما آوردیم، جا دادیم، نگهداری کردیم، حالا خود ما را میزنند. لذا گفت که باید از اینجا که رفتیم، ما انسانهای عزیز با شخصیت باید این ذلیل ها را بیرون کنیم از مدینه. یکی اینو گفت لیخرجن الاعز منها الاذل، و یکی دیگه اینو گفت که شما چرا بر اینها خرج میکنید؟ بحث انفاق است، نه؟ شما همش پولتون را میده به اینها، به یاران آن حضرت صلی الله علیه وسلم اشاره کرد. لا تنفقوا على من عند رسول الله، اینهایی که اطراف رسول الله جمع هستند، اینها دیگه کمک نکنید، کمکتون را قطع کنید. منافق گاهی که پول میده به یک مجموعه دینی به خاطر هدفش، منافعش، وقتی منافعش نباشه میگه کمک را قطع کنید دیگه، به اینها ندید. همین کار را کرد. لذا صحابی جوانی، نوجوانی به نام حضرت زید ابن ارقم اونجا نشسته بود و اون گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم به شما عزت داد، رسول الله به شما این جایگاه را داد، شما الان داری بر علیه رسول الله صحبت میکنی. این متوجه شد که کار خراب شد.
او را سرزنش کرد، گفت تو ساکت باش، ما با هم دیگه داریم شوخی میکنیم، من چی گفتم؟ ولی حضرت زید به رسول الله خبر را رساند. در بعضی روایت هست که من خجالت میکشیدم، خودم نگفتم ولی به عمویم گفتم که شما به رسول الله بگو. عمویش به رسول الله گفت یا رسول الله این عبدالله ابن ابی با جمع اینجا جمع شدن اینو گفتند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم اینا را خواست. اینا را که خواست، اینها چنان سوگند جلاله خوردند، گفتن یا رسول الله خدا گواه است، من روح ما خبر نداری، این حرفا را کی برای ما درست کرده؟ لذا یک صحابی نوجوانی بود، شنیده بود. اونا از بس قسم خوردن، پیغمبر خدا هم علم غیب نمیدانست، لذا این صحابی تکذیب شد. حضرت زید میگه، زید ابن ارقم میگه من خیلی شرمنده شدم، خجل شدم، کم آوردم، دیگه دلیلی نداشت چیزی بگه، تا اینکه این آیات را الله عزوجل در تایید حضرت زید نازل فرمود و اونها خار و رسوا شدند. الله می فرماید اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله. صفت دیگر منافقین، اینها گرفتن سوگند خودشان را سپر، یعنی یکی از سپرها برای دفاع از خود. سپر اون چیزی است که ما برای دفاع از خود نگه می‌داریم تا شمشیر به ما نخورد. این برای دفاع از رسوایی سوگند می‌خورن. این قسم خوردن، والله بالله تالله، این قسم‌های جلاله خوردن، این عادت منافقین است. فصدوا عن سبیل الله، اینها باز داشتن به سبب همین سوگندها از راه خدا دیگران را. انهم ساء ما كانوا یعملون، همان اینها بسیار بد است آن چیزی که عمل میکنند. و الله عزوجل این سوء عملشان را، این سوگند دروغینشان را ذکر میفرماید. علتش چیه؟ الله میفرماید ذلك بانهم آمنوا ثم کفروا، این به سبب این است که اینها ایمان آوردند، ظاهرا ایمان آوردند، اما ثم کفروا، بعد اینا کفر کردن. فطبع على قلوبهم، بر دلهای اینها مهر خورده. فهم لا یفقهون، اینها نمیفهمند. این صفت دوم منافقین که خیلی قسم میخورند. و صفت سومشان ظاهر خیلی زیبایی دارند، ظاهر خودشون را چنان درست میکنند که میگه چه مسلمان صادق و راستینی است. الله میفرماید و اذا رأیتهم تعجبك اجسامهم، هرگاه آنها را ببینی میپسندی، خوشت میاد از اجسام اونها، یعنی از قد و قامت، از ظاهر، از زیبا سازی ظاهری. و این یقولوا تسمع لقولهم، اما اگر سخنی بگویند خیلی چرب زبانند. این صفت دیگری اونها، چرب زبانی، نرم زبانی، بله و قربان گفتن. و این یقولوا تسمع لقولهم، اگر اونها سخنی بگویند شما سخن اونها رو گوش میکنید، حرف اونها رو خوب میشنوی. ولی الله میفرماید اینا ظاهرشون آراسته هست، در درون خبری نیست. تشبیه میده به اینها را که کأنهم خشب مسنده، گویا اینها چوبهایی هستند که به دیوار تکیه دادند. ببین چوب، اگر چوب درستی باشد کسی او را به دیوار تکیه نمیده، چوب را استفاده میکنه، به سقف میزنه چوب را، نه. اما چوب وقتی که تهش را اون موریانه خورده باشه، تهش خراب شده باشه، کسی او را به سقف نمیزنه، میدونه زود میشکنه، نه. پس چوب توخاله را چیکار میکنم؟ به دیوار تکه میدم. الله میفرمه اینا ظاهرشون آراسته، در درون خبری از ایمان نیست، از معرفت نیست، از حقیقت نیست. گویا اینها چوبهایی هستند که مسنده، این چیه؟ به دیوار تکه داده. این صفت چهارم شد. و صفت پنجم منافقین، یحسبون کل صیحة علیهم، چون شب و روز بر علیه اسلام و مسلمانان کار میکنند، هر صیحه یعنی هر فریادی را میپندارن بر علیه خودشون. تا صدای میشه فکر میکنه الان بر علیه ما داره صحبت میکنن، تا آیه نازل میشه فکر میکنن بر علیه ما، میلرزن، میترسن. جبن منافقین. هر کسی که
هر کسی که تخلفی داشته باشد میترسه. مجرم همیشه چی است؟ ترسان و لرزان هست. تا صدایی میشه فکر میکنه که حمله بر من شد. لذا الله میفرماید یحسبون کل صیحة علیهم، میپندارند هر فریادی را بر علیه خودشان. هم العدو فاحذرهم، اینا دشمنند، بر حذر باش از اینها. قاتلهم الله، الله تعالی اینجا نفرین میکنه اینها را، دعای بد میکنه اینها را خدا بکشد، یا به تعبیر امروزی ها مرگ بر اینها، مرگ بر این منافقین که اینگونه بر علیه رسول الله و مسلمانان توطئه میکنن. قاتلهم الله انا یؤفکون، به کدام سمت اینها به انحراف کشیده میشوند. این صفات منافقین 5 صفت. صفت ششم تکبر، کبر در اینها زیاد است. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، هرگاه به اینها گفته میشه که بیای برای شما رسول الله آمرزش بطلبد، لووا رؤوسهم، سرشون را اون طرف میدند، سر بر میگردانند. میگویند عبدالله ابن ابی وقتی رسوا شد، ابتدا فرزندش که اون فرزندش هم عبدالله هست، اسمش هم نام او بود، عبدالله ابن عبدالله، فرزند مؤمن مخلص، پدر منافق. از چه پدری چه فرزندی درست میشه. این فرزندش خیلی ناراحت شد وقتی که از قرآن ثابت شد که قرآن میگه که اینا چی گفتند. از قرآن وقتی که ثابت شد که به پیغمبر، به رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه زشت و نازیبایی گفته، وقتی که به ورودی مدینه رسیدند، به دروازه به ورودی رفت، راه را بست، شمشیر را از نیام کشید. پدرش که آمد جلوی پدر را گرفت، گفت که سوگند به ذات الله عزوجل که تا زمانی که نگویی که رسول الله و اصحابش عزیزند، من و همراهانم ذلیلیم و خاریم، تو را نمیگذارم. او دید که پسر دیوانه شده، داره میزنه. او از ترس گفت که رسول الله و همراهانش عزیزم، ما ذلیل و خدا زده هستیم. باز فرمود که سوگند به خدا تا زمانی که رسول الله اجازه نده نمیگذارم وارد بشید. این بالاخره مؤمن مخلص است. خیلی ها هستن که در زمان ما اهل نفاق هستن، خودشون را میفروشن به جاهایی، ولی حتی فرزندانشون با اونها همراه نیستند، حتی زن و بچهشون با اونها هم عقیده نیستن، بر علیشون هستن وقتی مؤمن مخلص باشند. لذا بعدا رسول الله فرمود اجازه بده، اجازه داد، رفت به مدینه. پدرش رفت، وقتی که خونهش رفت فامیل خودش جمع شد، رفت خونهش به عبدالله ابن ابی گفتی اشتباهی کردی، حالا بیا توبه کن، بیا توبه بکن، برو پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم، از ایشون معذرت خواهی بکن و از ایشون بخوا که برای دعا بکنه، از خدا مغفرت بخواد. میدونستن که عاقبتش خرابه، اما این بیچاره در ازلش هدایت نبود، تکبر نگذاشت، تعصب نگذاشت. همیشه انسان را که بدبخت میکنه تکبر. قبلا خدمت شما گفتم چه چیزی باعث شد که این بیچاره اینقدر تکبر داشته باشه. قبل از هجرت رسول الله اوس و خزرج با هم دیگه درگیر بودند، میخواستند که یک نفر را به عنوان امیر مدینه و پادشاه و حاکم مدینه تعیین بکنند. بگو مگو بود و حرف بود و صحبت روی همین فرد میچرخید. نفر اول که بیشترین شانس را داشت برای اینکه حاکم بشه عبدالله ابن ابی بود، اما به اونجا نرسید که اسلام ظهور کرد. تعدادی از مردم مدینه رفتند اونجا، بیعت کردن، از رسول الله دعوت کردن، یا رسول الله شما تشریف بیار، ما شما را و همراهان شما را پناه میدیم و تا آخر در کنار شما هستیم. لذا وقتی که آمد سروری مال رسول الله شد، دیگه کسی را تحویل نمی گرفت. این بغض بود و این تکبر بود که بالاخره به اون پستش نرسید، تا آخر با آن حضرت صلی الله علیه وسلم عداوت و کینه داشت.
لذا الله تعالی همون جریان را بیان میفرماید که فامیلش بقیه مسلمانان مخلص بهش گفتم برو خدمت رسول الله، او هیچی نمیگفت، فقط این طرف اون طرف نگاه میکرد، این جواب نمیداد. و اذا قیل لهم تعالوا، هرگاه به او گفته میشه بیا، به آنها گفته میشه بیایید، یستغفر لکم رسول الله، مغفرت بطلبت برای شما رسول خدا، لووا رؤوسهم، برمیگردانند سرهایشان را، و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون، میبینی آنها را که یسدون، برمیگردند، باز میدارند، و هم مستکبرون، تکبر میکنند. تکبر از تحصیل استغفار، از اینکه استغفار برایشون حاصل بشه. لذا چون که در دل توبه ندارد، به پیغمبر خداوند میفرماید ای رسول من، اگر شما برای اینها مغفرت بخواهی یا نخواهی، خدا اینا را نمیبخشه. تو مغفرت بخواهی یا نخواهی. سبحان الله. پیامبر عظیم الشأن، پیامبر رحمت بود، رحمت للعالمین بود. وقتی که همین بیچاره، همین بدبخت مرد، از این دنیا رفت، همین عبدالله ابن ابی، همین فرزندش بسیار ناراحت بود. از یک طرف با پدرش مبارزه کرد، از یک طرف او مهر پدری غالب بود. آمد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله پدرم مرد، من خواهشی که دارم شما بیا جنازهش را بخوان، شاید خدا او را ببخشد، چون ظاهر مسلمان بود. آن حضرت فرمود من میام جنازهش را میخوانم. بعد گفت یا رسول الله شما جامعه مبارک خودت را بده، من میخوام جامعه شما را، پیراهن شما را کفن بکنم برای او، تا با اون دفنش بکنم. چقدر پسر است دیگه، دلش میسوزه. آن حضرت اینقدر بالاخره مهربان بود که جامعهش را هم داد. در جامعه رسول الله کفن شد و دفن شد. الله عزوجل اون آیه را نازل فرمود ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. بر این افراد نه نماز بخوان، نه بر قبرش بیست و دعا کن. چرا؟ انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. این کافر به خدا و رسوله و مرده با نفاق مرده، با فسق مرده، لذا ایمان نداره. ببین کسی که ایمان داشته نباشد رحمت للعالمین، پیامبر خدا هم نمیتونه برای شفاعت بکنه. خداوند در تصمیمات خودش مستقله، هیچ کسی نمیتونه جلوی تصمیم و اراده خدا را بگیره مگر انسان خودش ایمانی داشته باشه الله بر او رحم کند. لذا اینجا خداوند چی میفرماید به پیامبرش؟ سواء علیهم، برابر است بر آنها، استغفرت لهم، اینکه مغفرت بطلبی برای آنها، ام لم تستغفر لهم، یا مغفرت نخواهی، لن یغفر الله لهم، هرگز هرگز خدا اونها را نمی بخشه. چرا؟ ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، همانا الله هدایت نمی فرماید، یعنی توفیق هدایت نمیده قوم فاسق را، قومی که از دین به سبب فسق خارج شده، از طاعت خدا خارج شده. حالا اشکال این بدبخت چیه؟ الله تعالی همون کلماتش را ذکر می فرماید. الله گواهی میده که این صحابی نوجوان راست میگه. هم الذین یقولون لا تنفقوا، اینها کسانی هستند که میگویند به پیروان و اطرافیانش. چی میگه؟ میگه لا تنفقوا علی من عند رسول الله، شما خرج نکنید بر آنهایی که نزد رسول الله هستند، شما خرج نکنید حتی ینفضوا، حتی که بروند متفرق بشوند، فرار بکن از اینجا. چی میخوان؟ شما به اینها نان میدی، اینا هم اینجا جمع، اینا را نده، بذار برند. الله عزوجل میفرماید مگر رزق به دست شماست؟ این روزی را الله میده، خزائن آسمان ها و زمین به دست الله است. ولله خزائن السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است خزانه های آسمان و زمین، خزانه های است. گاهی اینطور میشه، تجربه هم نشان داده، مشاهده همین گواهی میده، گاهی یک نفری به کسی کمک میکنه، کسی را کمک میکنه،
بعدن به خاطر یک مسئله شاید بسیار بی ربطی ازش ناراحت میشه، میگه من بهت نمیدم از گرسنگی بمیری. الله عزوجل ناراضی میشه، الله تعالی به اون اینقدر میده که این آخر در مقابل اون چی کم میاره. خیلی ما شاهد این مسائل هستیم. لذا کسی فکر نکنه منم دارم میدم، من این مسجد را آباد کردم، من این مدرسه را آباد کردم، من این فقیر را سیر میکنم، من نباشم از گرسنگی میمیره. بعضی وقتا مردم کمک میکنن ولی همین ادعا را میکنه، این خیلی خراب است. کلمات باید حساب شده. بعضی میگن ما نباشیم یعنی از گرسنگی میمیرن. نه، رازق تو نیستی، رازق الله است. ولله خزائن السماوات والارض، خزانه های آسمان و زمین فقط و فقط مال الله است. ولكن المنافقین لا يفقهون، اما این منافق، حماقت منافق، اما این منافقین لا يفقهون، نمیفهمند. چرا نمیفهمند؟ که مدار رزق با خداست، با بنده خدا نیست. بعضی وقت ما هم نمیفهمیم دار و مدار رزق با الله است. الله به کسی میده، گاهی کسی را طعنه میزنند، خدا او را اینقدر میده که همون طعنه زننده میماند توش. لذا الله میفرماید یقولون، این قول اولشون، قول اولشون این بود که خرج نکنید، اینایی که اطراف رسول الله است، به اینها آینده چیزی ندید. قول دوم، سخن دوم، یقولون لئن رجعنا الى المدینه، آنها میگویند اگر ما برگردیم به مدینه، لیخرجن الاعز منها الاذل، حتما خارج میکند انسانهای عزیز از آن مدینه انسانهای ذلیل را. ما انسانهای عزیز با شخصیت، خودش را با شخصیت و اصیل میدانست، خارج میکنیم از آن مدینه الاذل، ذلیل را، انسانهای پست و ذلیل را. الله میفرماید عزت و ذلت به دست تو نیست، عزت و ذلت به دست الله است، به دست بندگان نیست. بعضی ها میگویند فلان را ذلیل بکنید، عزت و ذلت به دست الله است. خدا خودش را ذلیل میکنه و الله عزوجل اون فرد دیگر را عزیز میکنه. برادران یوسف مگر یوسف را نخواستن ذلیل بکنند؟ او را تو چاه انداختن، بعدم به عنوان یک برده و غلام او را فروختند. الله عزوجل میگه شما اسباب ذلت را برایش چی دید؟ من او را عزیز مصر کردم. فردا او عزیز مصر شد، این برادران برای چند کیلو گندم رفتن خدمت او، رفتن رسیدند. لذا الله نشان میده این واقعیت تمام موعظه هست. الله نشان میده که واقعا همه چیز به دست الله هست. انسان هیچ وقت مغرور نشه، نه بر قدرتش، نه بر مالش، نه بر منالش، نه بر جوانیش، نه بر صحت و سلامتیش، نه بر حکومتش. ولله العزة ولرسوله، عزت از آن الله است و برای رسولش هست و برای مؤمنینش هست، کسانی که به او ایمان دارن. ولكن المنافقین لا یعلمون، این حماقت دوم منافقین. منافقین نمیدانند که مدار عزت خداست نه بندگان خدا، آبرو به دست خداست نه به دست بندگان خدا. لذا این از حماقت دوم. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. بعد از بحث منافقین حالا روی سخن و خطاب میاد به سوی مؤمنین. ای مؤمن، ای مخلص، تو را چی شده که مالت را خرج نمی کنی که نیازی به مال منافق بشه؟ تو خرج کن، خودتون خرج کنی، خود کفا بشید. نیازی نشه که منافق چند درهمش را بده و منت بگذارد. لذا ابتداءً اون چیزهایی که باعث غفلت ما میشه، باعث دوری از خدا میشه، امتحان هستند، اونها را الله ذکر میفرماید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تلهکم، غافل نکند شما را، اموالکم، مالهای شما، ولا اولادکم، و نه اولاد شما، عن ذکر الله، از ذکر خدا. مراد از ذکر خدا اینجا مجموعه دین است، از دین خدا. گاهی مال باعث میشه که انسان از دین غافل بشه، شب و روز بدو برای مال. و گاهی اولاد، انسان برای همین اولاد جمع میکنه،
هی انباشته میکنه، هی ذخیره میکنه، میگه فردا من میمیرم چند میلیارد برای بچه‌ام بماند. لذا همش تلاشش در این راستا هست و برای دین خدا، برای مؤمنین، برای مجاهدین، برای کسانی که این دین را به پیش میبرن هیچ هزینه نمی کند. الله میفرماید این مال و این اولاد شما را از دین خدا غافل نکند. و اگر غافل شدی، خیلی از مسلمانان ما شب و روز تک و دو دارن، بدو اصلا نه فرصت نماز داره، نه فرصت نماز جمعه داره، نه فرصت گوش کردن کلام خدا را داره. فقط فکر میکنه اول و آخر همین درآوردن و خوردن هست. الله میفرماید و من یفعل ذلک، این ثمره تغافل است. هر کسی از شما این کار را بکند فاولئک هم الخاسرون، این افراد، این گروه، اینا زیانکارند، اینا در خساره واقع شدند، اینا ضرر دنیا و آخرت میکنن. اینا چنان خساره بکنن که هم در دنیا آسیب ببینند هم در آخرت هیچ چیزی دستگیرشون نمیشه. پس راه حل چیه؟ راه حل را الله بیان میفرماید. الله میفرماید شما مؤمنین مخلصین خرج کنید مالتون را. یکی از قبلا گفتم یکی از عبادات بسیار برجسته که خداوند در خیلی سوره های قرآن تاکید میکنه این انفاق است. مسلمان باید دل داشته باشه، به دنیا اینقدر وابسته نباشه که پول دادن به خاطر خدا برای سخت باشه. اگر اینطور باشه این علامت شری هست، علامت خیری نیست. لذا الله میفرما و انفقوا مما رزقناکم، این همون قضیتون قیاساتها معها، جمله ای که خداوند دلیلش را هم گفته. چرا خرج کن؟ آخه من خدا بهت دادم، ما دادیم، تو از کجا داشتی؟ تو تا دیروز صفر بودی، امروز آقای میلیاردر هستی. لذا و انفقوا مما رزقناکم، خرج کنیم. من اول تبعیضی است، از بعضی از مال، همه را نگفته خدا خرج کن، برخی را خرج کن. مما رزقناکم، از آن که ما به تو دادیم خرج کن. کی خرج کن؟ قبل از موتت خرج کن، قبل از این که برای حادثه مرگ پیش بیاد. من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از این که پیش یکی از شما مرگ بیاد، قبل از مرگت خرج کن. بعد از مرگ فایده نداره، ورثه بالاخره خرج بکنن. اون که خودت خرج کنی اون خوب است. فیقول، بعضی ها خرج نمی کنن، بعدن حسرت می کنند، حسرت می خورند، تمنا می کنن یک بار دیگه به دنیا برگرده. خدای عزوجل در دو جا تمنای انسانها را ذکر کرده، اصل سه جا. یک جایی که کافر و مشرک وقتی می میرد و قیامت را می بیند، اونجا او تمنا می کنه ای خدا یک بار دیگه برگردن دنیا، من میرم ایمان میآورم با خودم، از اونجا ایمان را با خودم، چون اونجا جای ایمان نیست، در دنیا است. خدا میفرماید نه، خبری نیست. یک جایی که کسی که هیچ عملی نکرده و اونجا میره میگه که خدایا مرا یک بار دیگه برگردان که من میخوام عمل کنم، چون میبینه چنتهش خالیه، تبرهش خالی، از توشهش خالی، هیچ چی نداره. میگه خدایا یک بار دیگه ببر که میدونم چطور نماز بخوانم، چطور سجده کنم، چطور تلاوت، چطور ذکر. و یک جای دیگه اینه که اینجا آورده، انسان حسرت میخوره چرا من در زندگی صدقه ندادم، چرا بخشی از پولم را در راه الله ندادم. خیلی عمل محبوبی هست این خرج کردن. یکی از آثارش، آثار زیادی داره، برای آخرت انسان ذخیره میشه. یکی از آثار اینه که محبت دنیا از دل کم میشه، از آثار خرج کردن. چرا؟ چون که الان به این نتیجه رسیدی که خدا برایت و دین خدا محبوب تر است از این مال. لذا چون اون محبوب تر است، به اون بنده فقیر، به اون بنده گرسنه، به اون یتیم، به اون بیوه که خدا فرموده به اون بده، به اون میدی، به خاطر اینکه خدا راضی بشه. پس معلوم میشه خدا را از این دنیا
بیشتر دوست داری. این دلیل دیانتت هم هست و کم کم به این صورت حب خدا بیشتر میشه، حب دنیا کمتر میشه. و باز خدا هم معطل نمیکنه، دنیا بیشتر میده، تو هم بیشتر خرج میکنی. لذا الله میفرماید و انفقوا مما رزقناکم، خرج کنید از آنچه که ما به شما رزق دادیم، من قبل ان یأتی، قبل از اینکه بیاید احدکم الموت، قبل از اینکه پیش یکی از شما موت بیاید، فیقول رب، میگوید بار اله لولا اخرتنی الى اجل قریب، چرا مرا مهلت ندادی تا یک مدت نزدیک، تا یک مدت نزدیکی. میخواستی چیکار کنی؟ بنده فاصدق، اصلش هست فاتصدق، پس صدقه میکردم. معلوم میشه انسان با صدقه دادن صالح میشه، محبوب خدا میشه. و اکم من الصالحین، صدقه میدادم و از طریق صدقه و به واسطه صدقه چی میشدم؟ بنده صالح میشدم. یک نکته عرض بکنم، ما وقتی که بحث صدقه را ذکر میکنیم این نکته خیلی لازم است. ما فکر میکنیم این خطاب خدا متوجه آدمهای پولدار است. نه، اونها به اندازه سهم خودشون خرج بکنید، همه را خدا میفرماید، هر مؤمن را. اونی که زیاد داره زیاد خرج بکنه، اونی که کم داره کم خرج بکنه. اونی که یک خرما داره همون خرما را خرج بکنه، نصف خرما. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اتقوا النار ولو بشق تمرة، یعنی از آتش جهنم خودت را دور کن ولو اینکه با نصف خرما بشی. نصف خرمایی با اخلاص برای رضای خدا میدی، از جهنم نجات مییابی. و انفاق برای سرمایه‌داران نیست، برای همه مؤمنان است. دارا به اندازه داراییش، نادار به اندازه ناداریش. حتی بیوزن هم خرج بکنه، برای شام شبش مونده ولی خدای عزوجل امشب بهش میده، خوب میده، یک بخشی را به اون فقیرتر از خودش بده. پس خرج کردن باید عادت باشد، عادت هر مؤمن، چه زیاد دارد چه کم دارد. یک بیوزنی هست همیشه در تفسیرها شرکت میکنه، گاگای تماس هم میگیره، پیر زنی هست. خیلی من از ایشون متأثر شدم. زنگ زده به من، چند بار زنگ میزنه، میگه من دیگه توانایی ندارم این سوزندوزی را بلد است، لحاف و تشک و اینها. میگه من به اندازه یک خانواده لحاف و تشک و بالشت و اینا آماده کردم. اگر یک طلبه یا یک فقیری میخواست ازدواج بکنه، این جهیزیه را من آماده کردم برای چنین فردی بدم. میخوام کل تجهیزش را من بکنم. بیوهی هست، نیازمند کمک هست، ولی بالاخره او احساس میکنه منم برای آخرتم چی دارم؟ نیاز دارم. یه بار دیگه زنگ زد، میگه من میخوام بمیرم، هنوز کسی پیدا نشده، اینها نماند، قبل از مرگم آرزو دارم به یکی بدم اینا را. من گفتم انشالله اگر کسی گیر آمد و متوجه شدم که نیاز داره، اونها را ازت میگیرم بهش میدم. لذا هستن بعضی ها که الله زیاد داده زیاد خرج میکنن، شکمها را سیر میکنند، بعضی ها کم به اندازه توان خودشون. لذا این نکته خیلی مهم هست که انفاق برای همه هست، هر چی که توانش. اونی که میلیارد میده میلیارد بده، اونی که 1000 تومان میده 1000 تومان، اونی که خرمایی داره خرمایی، اونی که کمتر بیشتر به اندازه توان خودش خرج بکنه. لذا الله میفرماید فاصدق، این حسرت میخوره خدایا یک فرصت دیگه به من بده، فاصدق، تا من چی بکنم؟ صدقه بدهم، و اکم من الصالحین، من از صالحین باشم. الله عزوجل میفرماید ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، ای بنده دیگه فرصت نیست. هرگز، لن تاکید هست، نفی تاکید هست، هرگز خداوند مؤخر نمی کند، فرصت نمیده هیچ نفسی را وقتی که هر نفسی را وقتی که اجلش بیاد، هر نفسی وقتی که اجل و موعدش فرا برسد، دیگه خدای عزوجل به او
فرصت نمیده. والله خبیر بما تعملون. الله عزوجل به اون چی که شما عمل میکنید خوب خبر دارد. اونی که زیاد میده، کم میده، با اخلاص میده، برای نام میده، برای شهرت میده، هر چی هست الله تعالی اینجا ترغیب به اخلاص داده. یعنی ای بنده مواظب باش که از ظاهر و باطن تو با خبر هستن. الله توفیق بده. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك البر والتقوى. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. إله العالمين يا رب العالمين ما را مؤمن واقعی بگردان. پروردگار ایمان را در رگ و ریشه قلب ما جای بده، تقوا را در درون ما جای بده، ما را متقی بگردان، از بندگان با خدا بگردان، خدا ترس بگردان. پروردگار اله العالمین ما را اصلاح بفرما به وسیله این کلام زیبا، این کلامی که تزکیه می کند، این کلامی که میلیون ها نفر اصلاح شد، به وسیله این ما را اصلاح بفرما. دنیا و آخرت ما را بساز اله العالمین، دنیا و آخرت ما را آباد بفرما. به ما دین کامل و دنیای صالح، رزق حلال و ایمان کامل، تقوای کامل نصیب بفرما. پروردگار ما را از نعمتهای دینی و دنیوی محروم نفرما، ما را از بندگان رانده شده نفرما، از بندگان محروم قرار نده، از بندگان مطرود قرار نده. پروردگار ما را از اهل توفیق قرار بده، ما را از اونهایی که در دنیا موفقند، در دنیا برای طاعت و بندگی موفقند، برای رضای مولا موفقند، برای خرج کردن در راه الله موفقند، برای رسیدگی به یتیمها و بیوه‌ها موفقند، برای هر کار خیر موفقند. پروردگارا ما را از اونها بگردن و از ما راضی باش، از ما خوشنود باش، ما را توفیق بده زندگی را با رضای تو بگذرانیم. پروردگار مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات دینی و دنیوی ما را حل بفرما، مشکلات معیشتی ما را حل بفرما، مشکلات امنیتی ما را حل بفرما. پروردگار مشکلات جامعه ما را حل بفرما. این التهابی که ایجاد شده، این پریشانی که ایجاد شده حل بفرما. ای الله به نفع بندگان خالص و مخلصت حل بفرما، به نفع مسلمین حل بفرما، به نفع مردم تمام بفرما. پروردگار فیصله خیر بفرما، پروردگار فیصله خیر بفرما. پروردگار اله العالمین اسیران را آزادی نصیب بفرما، علمایی که بند هستند، علمایی که زندان هستند، جوانانی که در بندها هستند آزادی نصیب بفرما. ای پروردگار مشکلات ما را حل بفرما، تمام مشکلات ما را حل بفرما. اله العالمین یا رب العالمین خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان، گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما، پدران و مادران، آبا و اجداد، اساتید، مشایخ، علما، جوانانی که در گذشته گذشتن، همه را غریق رحمت بفرما، همه را ببخش و خاتمه ما را با ایمان بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. در آیات گذشته بعضی از احکام و اموری که برای زندگی خوب، نظم و نسق زندگی برای ما لازم هستند، بعضی از این امور را ما خواندیم. تقریبا 13 تا امر از امور انتظامیه یا اموری که مربوط به رعیت هستند، به ملت و مردم هستند، این 13 تا حکم خوانده شد و این آیه شریفه که تلاوت گردید، این آیه ترغیب هست به سوی عمل کردن به این احکام، ترغیب هست به سوی اینکه ما عامل باشیم، پایبند باشیم. خداوند عزوجل می‌فرماید با مشروعیت این احکام، با انزال این احکام و دستورات، خدا چی میخواد از شما؟ یرید الله لیبین لکم. مصلحت اول، خداوند میخواد برای شما واضح بیان بفرماید، روشن بیان بفرماید. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. 3 تا مصلحت اینجا خداوند بیان فرموده. یکی این که منظور الله عزوجل تبیین هست، روشن شدن هست. دوم این که به روش کسانی که قبل از شما بودند و نجات یافتند، نجات یافتگان قبل از شما، خداوند میخواهد شما به روش اونها و به راه و رسم اونها راهنمایی کند. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، شما را راهنمایی فرماید بر روش کسانی که قبل از شما بودند. خب هدف چیه؟ مصلحت سوم، و یتوب علیکم. خداوند میفرماید که میخواد شما بر مسلک اونها باشید، بر روش ناجی ها باشید، اونهایی که نجات یافتند، تا خداوند بر شما رجوع کند یا توبه شما را قبول کند. شما به سوی خدا برگردید، به سوی خداوند رجوع کنید، خداوند این رجوع شما را، توبه شما را بپذیرد. پس هدف این احکام، مقصد از نزول این احکام، مشروعیت این احکام اینه که خدا به شما رجوع کند، شما به خدا رجوع کنید. والله علیم حکیم. خداوند که این احکام را نازل می فرماید، این دستورات را، این امور را صادر می فرماید، الله خوب می داند، دانا هست و این دستورات همراه با حکمت هستند، مملو از حکمت هستند. والله علیم حکیم. و الله عزوجل مقصد این احکام را بیان فرمود. اما یک گروه دیگه هست در مقابل که اونها میخواهند شما به انحراف کشیده بشوید، شما گمراه بشید. خب دقت بکنید، خیلی از مردم هستند امروز هم با احکام الهی مخالفند، با دستورات شرع مخالفند،
و خیلی ها میگوین این احکام مال اون زمان شتر هست، اون زمانی که مردم سواریشون شتر بود و بلا نسبت الاغ بود و این احکام قدیمی هست، مربوط به اون زمان هست. امروز که دور موتور هست، امروز